Herkese selam. Bugün sizlere Anker FM hakkında bazı şeyleri söyleyeceğim. Podcast'inizi doğrudan telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan kaydetmenize ve düzenlemenize izin veren oluşturma araçları vardır. Yani Anker FM, yani podcast'ınıza kayıt yaparsınız Anker FM'de. Orada da hem yani telefonunuza indirirsiniz ücretsiz bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde kendi şovlarınızı, programlarınızı, yayınlarınızı burada kaydedebilirsiniz. Onun için başlamaya hani para lazım değil, ücretsiz bir şekilde Anker FM uygulamasını telefonunuza indirin veya da Google'a Anker FM yazın, oradan kendinize kayıt oluşturun ve kendi şovlarınıza başlayın. به نام خدا با عرض سلام با مجموع خبرهای این ساعت از رادیو ترکمن FM با من ابراهیم حمیدی خوش آمدین. امروز شنبه اول جوزای 1400 هجری خورشیدی. بیش از 80 نفر در یک مراسم ختم قرآن در ولایت تخار مسموم شده است. در یک مراسم خیرات در ولسوالی چال ولایت تخار بیش از 80 تن از اهالی محل مسموم شدند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار به رسانه‌ها گفت که این رویداد ساعت 11 پیش از چاشت روز جمعه 31 سور در روستای خانقاه ولسوالی چال با وقوع پیوسته است. با گفته او بیش از 80 تن در این مراسم مسموم شدند. وی افزود که شماری از مسموم شدگان به کلینیک های ولسوالی چال انتقال یافتند و شماری دیگر در ساحت توسط دکتران و گروه صحی مورد بررسی و تداوی قرار گرفتند. آقای اسیر میگوید که با وجود اعزام دکتران به ساحه علت این رویداد معلوم نشده است. 10 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور جان باختند. وزارت صحت عامه اعلام کرده است که در یک شبانه روز گذشته 242 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است. این نتیجه از آزمایش 1493 نمونه مشکوک به کرونا به دست آمده است. وزارت صحت عامه همچنان از مرگ 10 نفر بر اثر مبتلا به ویروس کرونا خبر داده و ثبت ارقام جدید شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در کشور 65728 تن رسیده است. از این میان 2802 تن جان باختند. یک کودک 8 ساله در اثر اصابت هوان به یک خانه مسکونی در ولایت تخار کشته شده است. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار به رسانه‌ها میگوید که این هوان در منطقه پل 6 متره در مسیر تخار کندوز اصابت کرده که در نتیجه آن یک زن نیز زخمی شده است. این رویداد عصر روز جمعه 31 سور رخ داده. سخنگوی پلیس تخار گفت که این هوان از سوی طالبان شلیک شده بود، اما طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. بازداشت 3 طالب در بادغیس. روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی در ساحه شب باشک شهر قلینه و مرکز ولایت بادغیس 3 تروریست طالب را به نامهای نورالدین و احمد شاه بازداشت کردند. این تروریستان جهت ترور افراد ملکی و نیروهای امنیتی به شهر آمده بودند که با مقدار سلاح‌ها و مهمات بازداشت شدند. سه فرد ملکی در اثر انفجار ماین مغناطیسی در غور زخمی شدند. مقام‌های محلی در ولایت غور به رسانه‌ها میگویند حوالی ساعت 2 بعد از ظهر امروز یک موتر رنجر پلیس توسط بمب مغناطیسی طالبان در منطقه دره قاضی منفجر شد که در نتیجه 3 فرد ملکی زخمی شدند. با گفته مقام‌های محلی در این واقعه به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. در همین حال مسئولان شفاخانه ولایتی غور میگویند که وضعیت صحی زخمیان خوب است. با این حال باشندگان ولایت غور این عمل طالبان را شدیداً محکوم میکنند. آنان میگویند طالبان همواره با انجام حملات تروریستیشان باعث قربانی شدن افراد ملکی میشوند که این خلاف دستورات اسلام و تعهدات طالبان میباشد. دست کم 8 طالب توریست در بلخ کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخله با پخش خبرنامه می‌افزاید
که نیروهای قطعات خاص پلیس عملیات هدفمند مشترک را با نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی در مربوطات ولسوالی چمتال ولایت بلخ انجام دادند که در پی آن 8 تروریست طالب کشته و زخمی شدند. در خبرنامه آمده که در نتیجه این عملیات 5 تروریست طالب کشته شدند و 3 تروریست دیگر زخم برداشتند. و در خبرنامه دیگری آمده است قلوردوی 209 شاهین از کشته شدن 4 تروریست طالب و پاکسازی چندین قریه از وجود تروریستان طالب در ولسوالی چاربولک ولایت بلخ خبر می‌دهد. در خبرنامه قلوردوی 209 شاهین در بلخ آمده که در ادامه عملیات مشترک نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در مربوطات ولسوالی چاربولک ولایت بلخ 4 تن از تروریستان طالب کشته شدند و چندین قریه از وجود طالبان پاکسازی شده است. در یک هفته گذشته بیش از 1000 خانواده از اثر حمله ها و خشونت های طالبان در کندوز بیجا شدند. غلام سخی رسولی رئیس امور مهاجرین کندوز به رسانه‌ها میگوید که در جریان یک هفته گذشته بیش از 1000 خانواده از اثر جنگ و خشونت‌های اخیر طالبان در ولسوالی امام صاحب این ولایت به مرکز شهر پناه بردند. و می‌افزاید که تیم‌های سروی در تلاش است تا به مشکلات آنان پس از سروی رسیدگی کنند و به زودی به آنان مساعد صورت خواهد گرفت. در همین حال بیجا شدگان نیز میگوید که در وضعیت بدی قرار دارند و از اثر جنگ و خشونت‌های طالبان از خانه‌هایشان بیجا شدند. خانواده‌های بیجا شده از اثر جنگ و خشونت‌های طالبان در کندوز اعمال تروریستی طالبان را نکوهش کرده میگویند که این تروریستان از خانه‌ها و مردم ملکی در برابر نیروهای امنیتی به عنوان سنگر استفاده کردند، آنان را مجبور به ترک خانه‌ها و روستاهایشان کردند. این بیجا شدگان همچنان می‌افزاید که گروه تروریستی طالبان هیچ اعتنایی به زندگی مردم ملکی ندارند و همواره باعث تلفات غیر نظامیان و آواره شدن آنها از خانه‌هایشان شدند. با گفته آنان هراس افغانان طالب همواره مانع پیشرفت و توسعه افغانستان شده و مردم بیگناه آسیب رسانیده و نگذاشتند که مردم زندگی صلح‌آمیزی داشته باشند. ریاست امنیت ملی پروان از بازداشت 4 تروریست طالب در این ولایت خبر می‌دهد. ریاست امنیت ملی پروان به رسانه‌ها میگوید که در پی 2 عملیات جداگانه منسوبین این ریاست 4 طالبی را که در ترور افراد نظامی، دزدی‌های مسلحانه و فعالیت‌های تروریستی نقش داشتند در مرکز ولسوالی بگرام این ولایت بازداشت شدند. در همین حال باشندگان پروان از تلاش‌های نیروهای امنیت ملی در بازداشت و جلوگیری از اعمال تروریستی طالبان هراس قدردانی کرده میگویند که این نیروها اجازه نمیدهند که هراس افغانان طالب با اعمال تروریستیشان به باشندگان این ولایت آسیب برسانند. در پی انفجاری در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان 7 تن به شمول منیر عالمیار عضو شورای ولایتی بدخشان زخمی شدند. این انفجار ساعت 1:30 پس از چاشت روز شنبه 1 جوزا در شهر فیض‌آباد رخ داد. شاهدان محل رویداد میگویند که یک اراده مرتد در این انفجار آسیب دیده است و چندین تن زخم برداشتند. نیک محمد نظری سخنگوی ولایت بدخشان میگوید که در این انفجار منیر عالمیار عضو شورای ولایتی بدخشان همراه با راننده رئیس این شورا و 5 تن دیگر زخم برداشتند. این بود مجموع خبرهای این ساعت که از رادیو ترکمن FM بر شما تقدیم شد. تا خبرهای بعد خدایا و نگهدارتان.